بسم الله الرحمن الرحیم. به نام جهانداری جان آفرین، حکیمی سخن اندر زبان آفرین. سپاس و حمد بی حد مر خدا را، که صنعش در وجود آورد ما را. هر دم از ما صد درود و صد سلام، بر رسول و آل و اصحابش تمام. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عزیزان من، ابولیث سمرقندی رحمت الله علیه در کتاب انشاءالله خودش آوردیان: اگر کسی که میخواهد که به خدا نزدیک شود و کسی که میخواهد که گناههای او را الله سبحانه و تعالی مغفرت کند، باید 7 کلمه شریف و 7 کلمه مبارکه انشاءالله دائم ذکر کرده گردد. انشاءالله سعادت دو دنیا نمیرسیده است. یکی همین انسان هر کاری که نیکی میکردگی باشد، البته به نام الله، بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خدای بخشنده و بخشاینده. انشاءالله خدا چی خانه میدارد، چی میبراید، چی لباس میپوشد، چی راه میگردد، کجا چی ماشین سوار میشود، چی کاری که میکند، البته انشاءالله این چی از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم باید که با بسم الله الرحمن الرحیم شود. و هر کاری که انشاءالله با آخر میرساند، البته در آخرش الحمدلله رب العالمین گوید. البته حمد یعنی تعریف توصیف مر پروردگاری انشاءالله عالمیان است که تربیت کننده 18,000 عالم است. الحمدلله باید که در انتهای هر یک کار انجام میتیم، باید که الحمدلله رب العالمین گوییم. و مبادا که به یک کس وعده میکنیم که پگه فلان کار میکنم یا که در آینده فلان کار میکنم، البته انشاءالله یعنی خدا خواهد، یا که کلمه عربینده یعنی انشاءالله. اکثری ما و شما کلمات ازبکی یعنی خدا خالصه. همین کلمه ها کتی باید که ما و شما وعده کنیم که خدا خواهد سحر فلان جا میریم، یا که آینده خانه میکنم، آینده علم میگیرم، آینده ماشین میگیرم، آینده انشاءالله خانه دار میشم و ها کذا دیگر کدام انشاءالله کاری خوبه که انشاءالله انسان نیت میکند، البته الله در پیش موند، چون که خدا نخواهد هیچ کاری ما و شما انشاءالله بتون نمیشود. چهارم، هر یک کاری که انشاءالله به زبان انسان سخنای لغو بیهوده می آید، البته در عقبش استغفر الله العظیم. البته این کلمه را انشاءالله استغفار طلب کنند. یعنی معنای استغفار طلب کردن انشاءالله چی است؟ یعنی پرسیدن از خداوند خطاها گناهام نپرسیدن است. دائم پرسیده گردین، چون که استغفار انسان انشاءالله برادر باها خواهی که اگر در دنیا دولت زیاده شود میگرد باشه، یا که مرتبه زیاده شود، کار و همه کارتون علا انشاءالله کشایشتیاد، البته استغفر الله از دهن کنده نکنین، چون که ما بنده ها به سهو و خطا نستیم. هر لحظه انشاءالله در پی گناه هستیم، هر لحظه شیطان ملعون در عقیب ما و شما است، هر لحظه در زبان ما و شما، در عمل ما و شما گناه صادر کردن حرکت میکنند. برای همین دائم در استغفار باشیم انشاءالله خدا خواهد. یکی دیگرش انشاءالله خدا مبادا کارهای ناخوش روبرو زنیم. من امروز میشنیم که فلان چی آوار شده است، یا که فلان چی تاق زده است، یا که فلان، یا که بالای خوب یک مصیبت انشاءالله میاد اندک، حتی که میگد اگر ما شما پتین کم انشاءالله کند بندش، یا اینکه انشاءالله در یک کلا دوا میخوریم و ها کذا دیگر. البته انشاءالله خدا خواهد لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. خبرهای ناخوشنه در ما و شما باید میگیم ای وای فلان پیستان شده، نه، این لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. معنای لا حول ولا قوت میدانه چی است؟ یعنی لا حول استگیش از یعنی انشاءالله عذاب خدا نجاتی نیست. ولا قوت برای طاعت عبادت کردن قوت نیست، مگر هم به یاردم الله سبحانه و تعالی میشه همه کار. دائم انشاءالله در کلمه انشاءالله تمجید یک جملهش لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم باشیم. دوام بالای ما شما انشاءالله خدا خواهد اگر مبادا مصیبت بیاید، البته مصیبت بسیار است، این مردن یک بلای ما شما وقتی که وفات میشنیم، البته این آیت مبارکه است ان لله و انا الیه راجعون. لیکن این چیزا در همه، یا که در بدن میگن مصیبت میاد انشاءالله، یا بدن یک بیمار میشیم انشاءالله خدا، یا که یگان چیز میزنم، یا که یگان انشاءالله خدا خواهد در مال، یا که در فرزند چی در همسرام مصیبت میاد انشاءالله بیماری ها. البته این کلمه را انشاءالله گفتن ما شما عادت کنیم ان لله
الله و انا الیه راجعون. یکی دیگرش شب و روز با گفتن کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله ما و شما عادت کنیم، چون که نجات دهنده ما و شما همین است. چون که پیامبر بزرگ میگن من آخر کلامی لا اله الا الله دخل الجنه. کسی که آخران کلمش لا اله الا الله میشود ان شاء الله اون انسان جنت میدراید. اینین اگر کلمه لا اله الا الله میگن در یک پاله ترازو گذارین و تمام دنیا را در یک پاله طلا گذارین، البته کلمه لا اله الا الله یعنی ان شاء الله چی میشود؟ وزن می آید. البته این لا اله الا الله نجات دهنده دو دنیای ما شماست. با دائم کلمه را خدا خواهد عادت کنیم، دائم در ذکر باشیم. گفتی یعنی بهاءالدین نقشبند دست به کار دل به یار، یعنی دست کار کردن میگیرد، یعنی کار شیک اجرا کردن میگیرد، چی ماشینی چی گیم که استاد چی دیگری، لیکن دل که ظرف ایمان. البته لا اله این کلمه‌ای که در بالا ذکر کردیم البته ان شاء الله ذکر کردین ان شاء الله خدا خواهد سعادت دو دنیا، این دنیا هم آخرت هم ان شاء الله سعادت. چه از اون گپ‌های نادرست این کلمه ها شما را به خدا نزدیک میکند و گناه‌های ما و شما را ان شاء الله مغفرت میکند. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.